بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز، مطلبی را از دو قسمت گذشته هم که شروع کردیم در مورد حاضر و ناظر بودن هست که آیا جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر حاضر و ناظر بر اعمال ما هست یا نیست. و ما در دو برنامه گذشته به صورت تفصیل آیاتی را به خدمت شما بیان کردیم که نشانگر این بود که هیچ کسی دیگر حاضر و ناظر بر اعمال ما نیست جز الله سبحانه و تعالی، که الله متعال هم بر اعمال ظاهری ما و هم بر اعمال باطنی ما که ارتباط به قلب ما میگیرد الله متعال هست و کسی دیگر نمی باشد. اگر خواسته باشیم آیات قرآن عظیم الشأن را در این مورد تک تک از آیاتی که آمده را تلاوت بکنیم، فکر نمی کنم که در 2 برنامه و 3 برنامه و 4 برنامه، حتی در 10 برنامه هم موضوع جمع بشه. اما بنده می خواهم که با اختصار و آیاتی را هم که تا به حالا مطرح کردم با اختصار مطرح کردم. می خواهم که آیه دیگری هم اشاره بکنیم و ان شاء الله بریم سر موضوعی که اهل بدعت به چه چیزهای استدلال میکنن و دلیل آنها چیست و چگونه با آن حجت میجویند. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه علق آیت 14 الله متعال میفرماید الم یعلم بان الله یرا، میفرماید آیا این انسان ندانسته که خداوند متعال جل جلاله همه احوال او را الله متعال سبحانه و تعالی نظاره می کند و همه اعمال او را الله متعال می بیند، هیچ چیزی از الله تبارک و تعالی پوشیده نیست؟ این سوال است برای توجیه کردن، برای بیدار کردن طرف که مواظب باش که الله تو را می بیند. پس این آنچه که تو انجام می دهی از اعمال خوب و بد یا آنچه را که تو انجام می دهی مخالفت با الله می کنی، مواظب باش که الله تبارک و تعالی تو را می بیند و الله سبحانه و تعالی تو را نظاره می کند. پس بینندگان عزیز و گرامی، با آیاتی که در برنامه های گذشته بیان کردیم و به این آیه‌ای که در این برنامه اشاره شد، ما را به موضوع و به اصل مهم در واقع سوق می دهد و آن این است که همانا پروردگار سبحانه و تعالی است که می بیند و حاضر است و ناظر است بر اعمال ما، بر اعمال بندگان، و الله شاهد است بر همه چیز. اما متاسفانه که با وجود این همه آیات قرآن عظیم الشأن، با وجود احادیث فراوانی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و آمده، متاسفانه عده‌ای به خاطر بعضی از منافع که دارند یا به خاطر جهل که دارند متاسفانه به این موضوع بازگشت کرده اند که گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام یکی دیگر از اولیاء الله غیب در واقع آنها به اعمال ما حاضر هستند و اعمال ما نظاره میکنند و از آیاتی استدلال میکنند که واقعا وقتی انسان این آیات را میخواند، یعنی نه اینکه این آیات مثبت قولشان نیست بلکه رد بر خودشان هست، رد بر خودشان می باشه که ما ان شاء الله به این آیات اشاره خواهیم کرد و به جوابی هم به آنها خواهیم داد. در میان اهل سنت گروهی هستند یا فرقه‌ای که با وجود آمدن به نام بریلوی ها، بریلویت که خودشان را نسبت می دهند به اهل سنت و از نظر فقهی خودشان را نسبت می دهند به امام بزرگوار ابو حنیفه رحمت الله علیه. خودشان را نسبت می دهند که گویا آنها حنفی هستند و در زیر لباس حنفیت، در زیر لباس مذهب حنفیت، شرک و خرافاتی که دارند متاسفانه آن را پنهان کردند.
و بعضی از مسلمان ها هم به محض ای که خلاص یک نفر گفت من حنفی هستم، شافعی هستم، مالکی هستم، حنبلی هستم، بدون این که عقیده این نفر را ببینند، بدون این که این عقیده این نفر را با عقیده امام ابو حنیفه، با عقیده امام شافعی، با عقیده امام مالک، با عقیده امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم، یعنی اینها را یک بررسی بکنند که آیا این موافقت دارد با عقیده این بزرگوارها یا نه. خلاص میگویند بله ما قبول کردیم، این هم شد حنفی، این هم شد مالکی، این هم شد شافعی، این هم شد حنبلی. ولی حقیقتی نیست. باید مواظب بود که این بزرگواران همچون اعتقاد را نداشتند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از این انسانها بیزار است. عقیده امام ابو حنیفه از این انسانها بیزار است. انسانهایی که میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر جا ما را میبیند و در هر جا حاضر است. حتی در مجالس خود این گروه، این بریلوی ها در مجالس خود جایی را، وقتی که مجلسی دارن یک جای را خالی نگه میدارن، میگویند رسول الله میاد اینجا مینشیند. نعوذ بالله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم را در تمام مجالس خود حاضر میدانند، میگویند رسول الله در اینجا حاضر است. حتی بعضی از مردمی که بیچاره ها بریلوی هم نیستند، این عقیده آنها را فرا گرفته. به خاطر این که گفتیم اینها خودشان را در لباس اهل سنت و در لباس مذهب بزرگ، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خودشان را جای دادند و ادعای اهل سنت بودن میکنند و ادعای حنفی بودن میکنند. و همین گروه هستند که مورد توجه روافضند و روافض اینها را اهل سنت واقعی میگویند. یکی این بریلوی ها و یکی دیگرانی که مثل این بریلوی ها متاسفانه عقاید شرکی و کفری و بدعی دارند. اینها به نزد روافض اهل سنت واقعی هستند. حاشا و کلا. این روافض هم دروغ میگویند و این افرادی هم که خودشان را به اهل سنت نسبت میدهند دروغ میگویند. اهل سنت الحمدلله عقیده ایشان را از قرآن کریم، از این در واقع روش صاف و روش زلاری که قرآن عظیم الشأن هست و احادیث رسول الله هست میگیرند و این افراد نمیتوانند نمایندگی از اهل سنت بکنند. حتی یکی از علما نقل میکرد، خودم با گوشم شنیدم، با گوشهای خودم شنیدم در مجلس درس، یکی از اساتید نقل میکرد، میگفت که در یکی از کشورها که الان نامش را نمیگیرم چون مناسب نیست که نام آنها گرفته بشه، میگفت که در یکی از کشورها این بریلوی ها زیادن و در اون کشور بودن. این عالم میگفت منم در اونجا درس خواندم، از استاد خود نقل میکرد. میگفت که استاد من روزی رفته بود داخل مسجد بریلوی ها برای نماز خواندن، نماز بخوانه. دیده بود که میدانست استاد که پشت سر امام اینها نفر استاد نمیکنن، نمیگذارن کسی پشت سر امام استاد بشه. میگن که پشت سر امام پیامبر میای استاد میشه، نعوذ بالله. یعنی پشت سر امام کاملا خالی هست. این عالم میرود به جایی که خالی نگه داشتن، در همان جا استاد میشه. وقتی که امام میایه پشت سر خود را نگاه میکنه، برای این عالم میگه که نمیدانه که این عالم هست، برای این میگه که خیلی انسان بیادبی هستی، از اینجا دور شو، اینجا جایی که پیامبر می استاد میشه. این عالم برای اون شخصی که امام میگه که من بیادب نیستم، تو بیادب هستی، تو بیادب هستی، پیامبر بیه پشت سر تو نماز بخوانه، خب تو داخل محراب خالی نگهدار، بیا اینجا که پیامبر بیه امامت بده. اصلا عقل اینها، عقل بریلوی ها و عقل اصلا عموم اهل بدعت این گونه هستند. عقل متاسفانه که از پیش اینها دوره. نه اینها عقل دارند نه نقل دارند، متاسفانه. این گروه و گروه های دیگری که با این اعتقاد هستند متاسفانه بر این باورند که پیامبر علیه السلام حاضر و ناظرند. و ما آیات قرآن عظیم الشأن را در 2 برنامه گذشته به صورت مفصل توضیح دادیم که الله سبحانه و تعالی حاضر و ناظر است و هیچ کسی دیگر حاضر و ناظر نیست. اما اینها میگویند ما دلیل داریم از قرآن. میگویند درسته که اون آیات این گونه گفته،
ولی در آیات دیگر به گونه دیگری آمده. الله متعال پیامبرش را خاص کرده. اون آیات به صورت عموم آمده بوده، این آیات به صورت خصوص پیامبر را خاص میکنه که پیامبر علیه السلام هم این صفت را دارند و میتونن که حاضر و ناظر بر عمل کرده ها باشند. اولا میخوام که به صورت گسترده این بحث را به صورت گسترده تر بیان بکنم. اولا اینکه معنای شهید یا شاهد به معانی مختلف آمده در لغت عربی. شاهد به معنای گواه هم می آید، گواه، و شاهد به معنای حاضر هم می آید. هر دو معنا را میده. در قرآن عظیم الشأن هر دو استفاده شده. این نکته را توجه داشته باشین، به ذهن خود بسپارین. ثانیاً آیاتی که اینها استدلال میکنن، یعنی بیشترین آیاتی که به این استناد میجویند، اول آیه سوره احزاب هست. سوره احزاب آیت 45 الله تبارک و تعالی میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر ما، ای پیامبر، ما تو را شاهد فرستادیم، ما تو را مبشر، بشارت دهنده فرستادیم به جنت، به نعمتهای الهی، و تو را ما نذیر فرستادیم، تو منذر هستی، تو از عذاب الهی دیگران را میترسانی و همانها را بشارت و بهشت میدی، مؤمنین را، کافرین را از عذاب الهی میترسانی و شاهد هستی. میگویند شاهد در اینجا به معنای حاضره، یعنی پیامبر حاضر بر عمل کرده ما. این یک آیه. آیت دوم در سوره مبارکه فتح است، شبیه، تقریبا شبیه همین آیه در سوره فتح آیت 8 الله تبارک و تعالی میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. میفرماید که ای پیامبر ما تو را شاهد فرستادیم، تو را مبشر فرستادیم، تو را نذیر فرستادیم. در اینجا هم شاهد میگویند به معنای حاضر است، یعنی پیامبر بر عمل ما، بر اعمال و به کردار ما حاضره، ناظره، میبینه، متوجهه، میفهمه که ما چی کاری انجام میدیم. اما عجیبه که اینها وقتی آیات دیگر میآیه این آیه را واضح میکنه. قبل از اینکه اینها با آیات دیگر بپردازن، آیات دیگر را بخوانند، مستقیما میرن که بله در اینجا شاهد به معنای حاضره. نه، اینجا شاهد به معنای گواهه. هر جایی که شاهد آمد به معنای حاضر نمیشه، اینجا به معنای گواهه. ای پیامبر تو را ما گواه فرستادیم، تو را ما به عنوان شاهدی که تو بر دیگران شهادت میدهی، گواهی میدهی فرستادیم. بعد الله تبارک و تعالی، از کجا ما این را میفهمیم؟ اول از سوره مبارکه بقره آیت 143 الله متعال میفرماید و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. الله میفرماید ما شما را ای امت اسلام، شما را امت وسط آفریده ایم، امت وسط به وجود آورده ایم، شما را امت وسط گردانیده ایم. امت وسط در شما نه افراط هست نه تفرید. در هر باب افراط و تفرید خرابی های خود را دارد. افراط یعنی تندروی، تفرید یعنی سستروی، اصلا خلاص بدون این که حرکتی داشته باشه، بدون این که کاری بکنه، خلاص به یک گوشه خود را انداخته. میگن این را میگن تفرید، بی‌توجهی کردن. تفرید یعنی بی‌توجهی. امت اسلام را پروردگار امت معتدل آفریده. اما در اینجا میخوام یک نکته اشاره بکنم، اگرچه به بحث ما تقریبا ربطی نداره، اما میخوام یک نکته اشاره بکنم. امروز گفته میشه مسلمانان میان رو، مسلمانان تندرو، یعنی دو گروه مسلمانان را به دو دسته تقسیم کردن، مسلمان میان رو، مسلمان تندرو. ما همچون تقسیمی در اسلام نداریم. مسلمان میان رو، مسلمان تندرو چیه؟ اسلام یک دینه، یک قانونه، یک حکمه،
این حکم و این قانون از جانب الله آمده، هر کس بر این حکم و بر این قانون عملی بکنه و آن را به آن دست بزنه و به آن توجه داشته باشه، این شد انسان معتدل. هر کس بی توجهی کنه، این انسان شده بی توجه، این انسان شده از اهل تفرید. اما امروز دشمنان اسلام مسلمانان تندرو را به کسانی میگویند که به همین قرآن عمل کنند. نمیگویم که تندروی ها نیست، حرف من این نیست، هست، تندروی ها وجود داره، در هر مورد تندروی ها وجود داره، اما امروز به محض اینکه یک حرام را بگویی حرام، میگوین این شد افراطی، تندرو. شرک را بگویی شرک، میگوین اینها افراطی هستند. کفر را بگویی کفر، میگوین اینها افراطی هستند. فسق را بگویی فسق، میگوین این افراطی هست. اعتدال چیه؟ اعتدال ایه که در مقابل کفر بگویی نه خیر، این کفر نیست، این کفر نیست، آن هم به هر حال کار انجام میده، دینش هست، مذهبش هست، اختیار خود را داره. اعتدال اینه که حرام را بگویی نه حرام نیست، یک کراهیت تنزیهی داره، یک مشکل نیست، انجام بدن مردم، چی مشکل داره؟ این را میگن انسان معتدل. نه، این انسان معتدل نیست، این انسان بدبخته، انسان بیچاره. یا انسانی که بر او تجاوز میشه، بر خانه او، بر وطن او، بر کشور او، بر ناموس او تجاوز میشه، اما آرام آرام نشسته، هیچی نمیگه، بیخ گلویش را میگیرن، او را خفه میکنن، از بین میبرن، هیچی نمیگه. این انسان شد معتدل. نه، این انسان بی غیرته، این انسان بی احساسه، انسان نیست معتدل. ولی اگر از خود دفاع کردی، از خود دفاع کردی میشه چی؟ افراطی. از خود دفاع کردی میشه افراطی. الله متعال میفرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما را امت وسط، امت میانه رو آفریدیم. اصلا دین شما دین میانه رویه، نه مثل دین یهودیت زیاد در مسائل زیاده روی داره، ولی هم مثل دین عیسویت، مثل دین مسیحی ها اینقدر تفرید داره. دین شما دین میانه هست. بله بینندگان عزیز، دین اسلام دین میانه هست. اما نکته ای که ما با آن اشاره باید بکنیم و ارتباط میگیرد به رد ما به اهل بدعت که میگویند شاهد به معنای حاضر است در اینجا که ای پیامبر ما تو را حاضر آفریدیم، حاضر و ناظر بر اعمال. ان شاء الله نکته بعد این آیه هست که ان شاء الله بعد از میان برنامه به خدمت شما بیان خواهم کرد. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، آیت سوره مبارکه بقره را به خدمت شما تلاوت کردم، آیت 143. الله متعال می‌فرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. حالا ما گفتیم در اینجا شاهد به معنای گواه، یعنی پیامبر ما تو را گواه فرستادیم، تو گواهی بر امتهای دیگر، گواهی بر امت خود، تو را اینگونه فرستاده ایم. اما اهل بدعت میگن شاهد در اینجا به معنای حاضره. ما میگوییم نه خیر نیست،
چرا؟ به خاطر اینکه الله متعال در اینجا در آیت دیگر، در آیت 143 سوره مبارکه بقره می‌فرماید لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما را امت وسط، امت اعتدال، امت معتدل آفریده ایم تا اینکه شما شاهد و گواه بر مردم باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر بر شما شاهد و گواه باشه. چگونه؟ اگر شاهد را در اینجا به معنای حاضر بگیرین، خب همه مردم حاضرن دیگه، همه مردم حاضر و ناظر بر اعمال ما میشن. نه بابا، کجاست این حرف؟ خب این باب را، این دروازه را دیگه کاملا باز کردیم. اگر شاهد به معنای حاضره، خب در همین آیه 2 تا شاهد آمده، 2 تا شهید آمده، خب باید به معنای شاهد و حاضر باشه، حاضر و ناظر، یعنی همه مردم بر اعمال همدیگر حاضر و ناظرن. چی استدلال باطلی است؟ اهل بدعت گفتیم عقل ندارن، نقل هم ندارن، هیچ کدام ندارن متاسفانه. الله متعال عقل و نقل با آنها نصیب بکنه. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیامبر بر شما شاهده، پیامبر بر شما گواست. یعنی چی؟ روایتی در مسند امام احمد آمده که امام ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر خود هم در تحت این آیه مبارکه بیان کرده. در روز قیامت امت حضرت نوح علیه السلام خوانده میشن، مثلا امت نوح حضرت نوح علیه السلام خوانده میشن، برای از اینا گفته میشه چرا شما کفر ورزیدید، چرا شما کافر شدید؟ اینها میگن که برای ما پیامبر فرستاده نشد. خداوند متعال حضرت نوح را میخوانه، میگه نوح، خداوند از همه چیز خبر داره، از همه چیز خبر داره، این را به علم عیان پروردگار میخواد برای دیگران نشان بده. بعد میگه ای نوح، تو مگر اینها را دعوت نکردی؟ من تو را به عنوان پیامبر به اینها نفرستاده بودم؟ میگه یا الله، من اینها را دعوت کردم. الله میگوید اینها انکار میکنن. میگوید یا الله، من اینها را دعوت کردم، اینها را شبانه روز دعوت کردم، در شب در روز. حضرت نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرده، اینها انکار میکنن، میگن نه اصلا ما را کسی دعوت نکرده، پیامبری هم برای ما نیامده. حضرت نوح علیه السلام میگوید من شاهد دارم. میگوین این شاهدای شما کیها هستند؟ میگه امت محمد صلی الله علیه و سلم. این امت پیامبر شاهدن. بعد این آیه خوانده شده لتکونوا شهداء علی الناس. این امت رسول الله صلی الله علیه و سلم شما از کجا دانستید این را؟ امت حضرت نوح به امت پیامبر میگن شما از کجا دانستید که پیامبر به سوی ما فرستاده شد؟ ما دروغ میگین. گفتن که میگوین که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم به ما خبر داده که به سوی شما پیامبر فرستاده شده، شما حالا دروغ میگید. این از شهادت و گواهی برای دیگران، یعنی این به این معنا نیست که همه مردم به هم دیگر شاهدند. و پیامبر علیه السلام شاهد بر امت خود هست، گواه بر امت خود هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همچنین در آیه دیگر خداوند سبحانه و تعالی تقریبا با همین سیاق الله متعال میفرماید در سوره نساء آیت 41، سوره نساء آیت 41 الله متعال میفرماید فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. الله سبحانه و تعالی میفرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم، حال اینان چگونه خواهد بود؟ فکیف اذا جئنا، چگونه خواهد بود بدانگاه که من کل امه بشهید، هر کس می آید، هر ملت گواهی از پیامبران برای شهادت بر قوم خود می آید. هر کسی می آید بر قوم خود شهادت میده، هر پیامبر می آید بر قوم خود شهادت میده. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ای پیامبر تو باز گواه و شاهد بر اینها می آیی در روز قیامت. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان شاهد و گواهند، در روز قیامت بر امت خود شهادت میدهند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اونها گواهی میدهند. پس این آیه که خداوند متعال میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، به این معناست، به معنای حاضر و ناظر نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر و ناظر بر اعمال ما باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر و ناظر بر آنچه که ما انجام میدهیم باشند. این دو آیه‌ای که اهل بدعت با آن استدلال میکنن و دو آیه بالای آن جواب آن.
آیت دیگری هم هست که اهل بدعت، البته آیات زیادی هست که اینها استدلال میکنن، اینها را نمونه بیان میکنن برای اینکه ما طریق استدلال اینها را بدانیم و بدانیم که مذهب اینها باطل است، بر اساس قرآن مذهب اینها باطل است. و جواب دیگر ما این است تمام اون آیاتی که ما قبلا خوانده ایم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها شاهد و حاضر و ناظر بر اعمال ما نیستند، بلکه الله است. ما در دو برنامه گذشته به صورت تفصیل آیات را تلاوت کردیم. آیت دیگری هست که ان شاء الله این را میگذاریم برای برنامه آینده، چون جواب داره و جوابهای دیگری هم که برای اهل بدعت داریم ان شاء الله در برنامه آینده میگذاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.